سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم به تحلیل بازار ارز دیجیتال بپردازیم، بیت کوین، اتریوم و در کل شرایط کلی بازار رو. خب همونطور که توی تصویر میبینید یک نمای کلی از بازار رو ما داریم و خب یک حالت نزولی داره، قرمز مارکت، و میبینیم که حالا بیت کوین حدوداً داره رنج میزنه، اتریوم 4% ریزش داشته، ارزهای دیگه مثل BNB و ریپل و سولانا هم 2-3% ریزش داشتن. اینجا دامیننس بیت کوین رو میبینیم که 61% هستش. دامیننس بیت کوین یعنی که سلطه بیت کوین بر بازار. یعنی چی؟ یعنی اگر بازار رو 100 در نظر بگیریم، الان 61%ش داخل بیت کوینه و بقیهش توی کل ارزهایی هست که وجود داره. خب بریم سراغ نمودار. فقط قبلش ببینیم امروز چندم 27 اردیبهشت این تحلیل ضبط میشه و اگر که حالا چند روزی بعد این تحلیل رو ببینید، احتمالاً انقضای خودش رو از دست داده. میتونه یک دیدگاهی بهتون بده، ولی تحلیل خب بر اساس تایم فریمی که انجام میدیم یک انقضایی داره. بریم قبل از اینکه روی نمودار شاخص ترس و طمع رو بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع چیه؟ وقتی که خریدارهای بازار، یعنی فشار گاوی، فشار تقاضا میره بالا، حس طمع در بازار ایجاد میشه، گرید. ببینید اینجا 4 نوع به اصطلاح درجه بندی کرده دیگه. فیر از C به پایین میشه ترس، وقتی که بازار میریزه ترس در بازار غلبه میکنه، بعد طمع و اعداد بالاتر، طمع های بیشتر. حالا این نمودار، این شاخص و ایندکس به چه درد ما میخوره؟ شاخص فیر اند گرید، خب ترس و طمع، باید متوجه بشیم که چه جوی روی بازار غالبه و ما بیایم برخلاف اون تصمیم بگیریم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که دیدیم همه در طمع هستن، همه دارن میخرن و شاخص بازار سبزه، اونجا باید ترمزمون رو بکشیم. اگر توی سودیم، سودمون رو برداشت کنیم کم کم، خیلی به فکر خرید جدید نباشیم مگر اینکه فرصت خیلی خوبی به وجود بیاد. چرا؟ چون احتمالاً وقتی که نمودار شاخص ترس و طمع وارد طمع میشه، حالا شاید یک روز بعد، شاید یک هفته بعد، شاید یک ماه بعد، بازار دوباره ریزش انجام میده و میاد توی ترس. یعنی این همش در حال نوسانه، میره توی طمع، اونجا ما باید فروشنده باشیم. میاد توی ترس، ما باید خریدار باشیم جایی که همه ترسیدن. خب این از شاخص ترس و طمع. الان میبینیم حدوداً توی طمع قرار گرفتیم، میتونه بازم بازار رشد داشته باشیم، طمع بیشتر بشه. بریم سراغ چارت. خب با چارت بیت کوین شروع میکنیم. نمودار هفتگی ما، هفتگی رو که بررسی میکنیم، خب نمودار سعودیه، همه چیز خوش و خرمه و میبینیم که بیت کوین یک روند صعودی رو از کی؟ از حدود 880 روز پیش در پیش گرفته. یعنی هفتگی بخوایم بررسی کنیم 2-3 سالی است که روند بیت کوین صعودیه. یک تحلیل تاپ داون داریم اینجا. یعنی چی؟ یعنی از هفتگی بررسی میکنیم نمودار رو، میایم روزانه، میایم 4 ساعته و در نهایت 1 ساعته. هفتگی ما خب یک روند صعودی اینجا براش میتونیم در نظر بگیریم. حالا من خط روند رو نمیکشم، اما نکته‌ای که اینجا هست، ببینید این سقف اینجا و سقف اینجا، 2 تا سقف متوالی که سقف بعدی بالاتر هست، ولی توی RSI این سقف پایینتر هست. درسته؟ یعنی یک نشانه هایی از واگرایی منفی رو ما داریم میبینیم، این 2 تا سقف و این 2 تا سقف. پس توی هفتگی ما یک نشانه هایی از واگرایی منفی رو داریم
میبینیم. این رو باید توی ذهنمون داشته باشیم. حالا بریم تایم فریم پایین‌تر ببینیم چه خبره. تایم فریم روزانه رو ما بخوایم بررسی کنیم، یک الگوی وج رو داریم اینجا. الگوی وج، حالا اگر آشنایی ندارید، بحث تحلیل تکنیکاله، یه سرچی بزنید میاره براتون. یک خط روندی اینجا ما رسم کردیم و دو تا سقف رو هم به هم متصل کردیم، یک الگوی کنج صعودی اصطلاحاً برای ما تشکیل دادیم. خب ما بخوایم میانگین روزانه رو روی 100 قرار بدیم. خب میبینیم که یک روند صعودی ملایم رو داریم تا اینجا. خب پس روند فعلی ما صعودیه، اما اتفاقی که داره میفته، بیت کوین داره وارد یک تریدینگ رنج میشه. تریدینگ رنج از چه محدوده‌ای تا چه محدوده‌ای؟ خب تایم فریم روزانه است. این رنجی که ما میگیم از محدوده $70,000 تا حدوداً $108,000 هست. خب سقف محدوده ما همین جایی هست که الان بیت کوین در حال معامله هست. محدوده $108,000 و 629. ببینیم محدوده مقاومتی که میگیم از محدوده $110,000 تا بیایم پایین‌تر 107، یعنی 107 تا 110 یک محدوده مقاومتی مهم داریم. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته بشه، قیمت ایگنورش کنه، نادیدش بگیره، ما میتونیم تا سقف این خط روندی که داریم اینجا برخورد اول، برخورد دوم، برخورد سوم میتونه اینجاها باشه، میتونه قیمت $133,000 حتی تا $140,000 باشه. یعنی اگر قیمت نشانه های از بریک داشته باشه، این محدوده رو به سمت بالا بشکنه، بریک اوت معتبر داشته باشه، تثبیت داشته باشه، میتونه تا محدوده $130,000 رشد داشته باشه. اما در حال حاضر فعلا نشانه های از بریک به سمت بالا، شکست به سمت بالا نداریم. بیایم تایم فریم پایین‌تر 4 ساعته اونجا بررسی کنیم، ببینیم که داستان از چه قراره. خب اینجا ما یک خط، بذارید من با ناحیه بکشم که بهتر مشخص باشه. ببینید این ناحیه کاملا مشخصه که یک ناحیه حمایتی و مقاومتیه. چرا؟ خب اینجا 1 2 3 4 5 6 تا ریاکشن بهش داشتیم، اینجا همینطور. این یه جورایی وسط اون تریدینگ رنج ما هستش. تریدینگ رنج سقف ما $108,000، کف $70,000 و وسطش حدوداً $91,000. محدوده خیلی مهمیه و این محدوده برای ما قابل بررسی و قابل معامله هست. خب تایم فریم 4 ساعته که بیایم بررسی کنیم، من یه پرایس لیبل اینجا بذارم. خب الان در حال حاضر قیمت یک صعود میان مدت رو داشته. خب بخوایم اینجا خط روند صعودیش رو هم رسم بکنیم، این خط روند صعودی ما هست. بذار من این رو خاموش کنم. خط روند صعودی ما هست و اینجا یک رنجی قرار گرفته، یعنی روند صعودی قدرت خودش رو از دست داده. اینجا میبینیم که واگرای منفی هم داریم و یک رنج کوچیکی بیت کوین اینجا تشکیل داده. خب این محدوده رنج رو اینجا تشکیل داده و
احتمال این که قیمت، من اینجا رسم بکنم این چیز رو اگر پیدا بکنم، خب این ببینید اینجا بیاد قیمت میتونه به این خط روند و این کف حمایت خودش توی تایم فریم 4 ساعته که میشه $100,000 یه ریاکشنی داشته باشه. خب و اینجا ریاکشنش منجر بشه به رشد تا محدوده $108,000 بین 106 تا 108 مقاومته. خب حالا این ناحیه برای ما مهمه که رد بشه یا رد نشه. قیمت 2 تا کار میتونه انجام بده. ببینید الان بالای این ناحیه کلی استاپ لاس، کلی حد ضرره، همه اومدن اینجاها سفارش فروش قرار دادن، حد ضررشون گذاشتن اینجا و با این تارگت مثلا کلی لیکویدیتی اینجا، کلی حد ضرر اینجا. احتمالاً اگر قیمت بخواد بریزه میاد یه لحظه حد ضررها رو میذاره با یه شادو و بعدش میریزه. پس این حواستون باشه با بریک اوت اشتباه نگیرید. اگر که رفت لیکویدیت رو جمع کرد، نقدینگی رو جمع کرد، بعدش ریزش انجام میده. فعلا قدرت شکستش رو به نظر نمیرسه داشته باشه. احتمالا قیمت یک ریاکشنی بده تا محدوده 106 و 7 بره بالا، یعنی سناریویی که 60 الی 70% در حال حاضر محتمله چنین چیزی بره تا اینجا و در مرحله اول تا $96,000 $97,000 و در مرحله دوم تا $92,000 ریزش رو داشته باشه که میشه بیس ما و منشأ این حرکتی که داشتیم. حالا وقتی که به محدوده $90,000 رسیدیم بازم بررسی میکنیم ببینیم این ناحیه به سمت پایین میشکنه یا نه. تحلیل رو باید آپدیت کنیم. ناحیه حمایتی مهم بعدی $84,000. چرا؟ چون هم تلاقی خط روند ما و هم بیس و منشأ شروع این حرکت صعودی ما هست اینجا. یعنی این ناحیه حمایتی بسیار مهمی هست، محدود $84,000 الی $85,000. حالا بریم تایم فریم 1 ساعته. خب تایم فریم 1 ساعته این تریدینگ رنج ما ملموس‌تر میشه. ببینید اون لیکویدیتی جمع کردنی که گفتم، استاپ لاس زدن هایی که گفتم اینجا مشخص میشه. اینجا یک سقفی بوده، قیمت میاد با یک شادو، هر چی حد ضرر، هر چی نقدینگی اون بالا جمع میکنه میاد پایین. خب فعلا که قیمت در حال نوسان توی این محدوده است، شکست $101,000 منجر به ریزش قیمت تا در مرحله اول $99,000 و $96,000 میشه. شکست این ناحیه، این سقف، یعنی $104,000 میتونه قیمت تا محدوده $108,000 رشد داشته باشه. حالا میگم باز این 106 هم یک مقاومت کوچیکی پیش روی بیت کوین هست، ولی با توجه به اینکه نقدینگی بالا جمع کرد، نقدینگی پایین هم جمع کرد، احتمالاً یک حرکت به سمت بالایی داشته باشیم و بعدش ما ریزش رو تجربه کنیم. حالا میتونه حرکت رو به بالا تا محدوده 105 106 باشه، میتونه تا $108,000 هم رشد داشته باشه.